شادی نیافت هر که غم دلبر نداشت. در سر هوای مهر پری پیکر نداشت. در حیرتم زادم کو به عمر خویش، سودای روی خوب جفا گستر نداشت. با ما سر به وصل در آور که گیسویت، در پا از آن فتاده که با ما سر نداشت. گر جان خود به دست ارادت به خون دل، کشتیم تخم دوستی اما بره نداشت. چون باد رفت کشتی عمرم به آب چشم، گرچه ثقیل بود ولی لنگری نداشت. در هر چمن کمال بروی تو کرد خوی، زیرا که چشم مرحمت از دیگری نداشت. کمال خوجندی یکی از چهره‌های ناتکرار ادبیات فارس و تاجیک بوده. با شعر عالمگیر خود توانسته است همچون ستاره تابانه در سمای آن نورپاشی کند. کمال‌الدین ابو احمد محمد خوجندی معروف به نام کمال خوجندی است که او را به عنوان افتخاری شیخ کمال یا خواجه کمال نیز یادآور می‌شوند. خود اعلان تدبیر تجلیل جشن 700 سالگی کمال خوجندی چه اهمیتی داشته باشد جهت شناخت معرفت جهانی او و شما که محقق آثار و روزگار کمال خوجندی هستید، این تدبیر را چگونه شرح می‌دهید؟ شیخ کمال خوجندی، اگر ما نام این بزرگوار را درست‌تر، پرتر، مکمل‌تر بگوییم، کمال‌الدین محمد ابو احمد خوجندی یکی از شاعران نامدار و نهایت معروف ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک میباشد و مهمتر از آن است که کمال خوجندی پروریده خاک خوجند است، یعنی تاجیکستانی ما است و کمال خوجندی نمایندگی میکند از خلق تاجیک. بنابر همین آموزش کمال خوجندی، تحقیق آثار کمال خوجندی و در میان مردم ترغیب کردن کمال خوجندی البته و آثار کمال خوجندی در خودشناسی ملی مردم ما، در خود آگاهی معنوی مردم ما یعنی خلق تاجیک بسیار بسیار اهمیت کلان دارد. و گذشته از این کمال خوجندی یکی از غزلسرایان نامدار عموما ادبیات فارسی و تاجیکی می باشد. یعنی کمال خوجندی را نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام عالم فارسی زبان ها که خیلی وسیع است، در میان همسایگان فارسی زبان ما خیلی خوب میشناسند. آن را نه تنها میشناسند، عالمان اشعار کمال خوجندی را تحقیق میکنند، سری اشعارش، غزلهای بسیار نمکینش اندیشه میرونند، مقاله ها می نویسند، تحقیقات ها میبرند و همچنین اونجا چندین مراتبه در هر جایی که فارسی زبان ها هست نسخه های دیوان کمال خوجندی در شکل خطی و در شکل چاپی سنگی و حتی مطبوع حاضر زمان نگاه داشته می شود. یعنی میان مردم کمال خوجندی شناخته است. من یک نکته دیگر برایتان گفتنی هستم که کمال خوجندی یکی از شخصیت های بزرگ ایجادی است، نماینده خلق تاجیک است که در زمان زندگیش از آبرو و اعتبار نهایت بلند برخوردار بود. آثار کمال خوجندی در دوره‌های گوناگون ادبیات و تاریخ مورد تحقیق قرار گرفته، محققان شعر او را بهای بلند دادند. تعبیر لطیف و استعداد بلند غزلسرایی خواجه کمال در اشعار ناب و ناتکرارش هویداست. حجم دیوان شاعر 8156 بیت را تشکیل می‌دهد. می‌دونید که همین کمال خوجندی از بس که در زمانش شناخته شده بود، از همون خودی زمانش سر کرده تحقیق کمال خوجندی شروع شد. همین تحقیق ایجادیات کمال خوجندی، غزل‌های او خیلی انتشار شده بود، نسخه های دستنویسش خیلی زیاد بود، در تمام عالم فارسی زبان ها پخش شده بود. خیلی اشتهار داشت کمال خوجندی به صفت غزلسرا و شیخ عارف بزرگ خیلی احترام داشت. بنابراین اهل قلم به کمال خوجندی و آثار او توجه داشتند. من از اون اطلاعاتی که در دست ما هست میتوانم گویم که اولین کسی که به
ایجادیات کمال خوجندی به غزلهای کمال خوجندی بهای سزاوار داده است. این معاصر بزرگ او لسان الغیب حافظ شیرازی است. در این باره دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعرایش، این مؤلف اصلی 15 است، می آورد که کمال خوجندی و حافظ شیرازی غایباً با همدیگر آشنا بودند و میان همدیگرشون غزلها داد و ستد میکردند. این رو میارد و میگوید که وقتی که یک غزل کمال خوجندی با مطلع یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم وانگهی دزدیده بر ما مینگر گفتم به چشم و همین غزل حافظ میخوند و وقتی که میآید به اون جایی که گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد تشنگان را مژده از ما ببر گفتم به چشم، وقتی که همین مصرع را میخوند برقت میآید و میگوید که مشرب این بزرگوار عالی است و سخن او صافی. یعنی حافظ که یک غزل سرای بزرگ، یک دانشمند بزرگم بود، به غزل کمال خوجندی اینطور بهای بلند میدهد، میگوید مشرب این بزرگوار عالی. یعنی مشرب یعنی آبشخور، یعنی ریشه که از اون مثلا منشأ یا اینکه سرچشمه ایجادیات کمال خوجندی را میگوید بسیار بزرگ است. تو را با من سری یاری نمانده است، سری مهر و وفاداری نمانده است. مرا امروز با تو خاطری نیز که به معجب نیازاری نمانده است. ندانم با کی همرنگی گزیده که در تو بوی از یاری نمانده است. به ما اندک اندک وفای گرت مانده است، پنداری نمانده است. برس فریاد درد من خدا را که بیشم طاقت زوری نمانده است. کمال از عمر به او رفته چیزی که آن چیزی به دستاری نمانده است. مولانا عبدالرحمن جامی در چندین اثرهایش درباره کمال خوجندی صحبت ها دارد، از جمله در بهارستان صحبت دارد و در نفحات الانس، در دو اثر بزرگش صحبت دارد. لیکن این صحبت هایش یعنی ارزیابی های عبدالرحمن جامی در دو کتابش فرق میکنه. مثلا در بهارستان شما بدانید که بهارستان گوییم که یک اثر تعلیمی است و در این اثر تعلیمیش عبدالرحمن جامی همچون سخنشناس تعلیم دهنده ظاهر می شود. بنابر همین در این کتابش در روضه هفتمش که خصوصیت تذکری دارد درباره کمال خوجندی میگوید که کمال خوجندی در لطافت سخن و دقت معانی به مرتبه است که بیش از او متصور نیست، اما مبالغه در آن شعر او را از سرحد سلاست بیرون برده از چاشنی عشق و محبت خالی گذاشته. یعنی اینجا اگر به گفته های عبدالرحمن جامی دقت دهیم، به شعر کمال خوجندی، به هنر شاعری کمال خوجندی اینجا بها داده است و میگوید که در لطافت سخن یعنی لطف سخن کمال را خاطر رسان میکند که در حقیقت در سبک کمال خوجندی لطف سخن خیلی مقام ارزشمند دارد، جایگاهی بسیار بزرگ دارد. این البته عبدالرحمن جامی میدونسته از معلوم میشود. خب و خودش در غزل سرای پیروی کمال خوجندی بود. خب اکنون باز میگوید که دقت معانی یعنی به معنی سازی ها و مضمون سازی های کمال خوجندی. کمال خوجندی یک شاعر معنی ساز و مضمون ساز بود که چنین شاعر در عصر 14 خیلی کم به سراغ می آید. یعنی معنی سازی و مضمون سازی را کمال خوجندی در عصر 14 شروع کرده بود که از دیگر شاعران غزل سرای هم عصرش او را ممتاز می گرداند. یعنی ببینید که عبدالرحمن جامی در حقیقت لیکن باز میگوید که در مبالغه در آن شعر او را از سرحد سلاست بیرون برده. این چنین معنی دارد که یعنی داده شده از کمال خوجندی به معنی سازی و مضمون سازی و دقت کردن به معنی باریک رفتن. همین چیز میگوید شعرش را از چاشنی عشق محبت خالی گذاشته. لیکن عجایب اگر ما هم تو به تاریخ ادبیاتمان به تاریخ سخنشناسی نظر کنیم، اولین ادبیات شناسی که به همین گفته عبدالرحمن جامی کمی ایراد میگیرد این ذبیح الله صفا است. ذبیح الله صفا در قسمت کمال خوجندی در تاریخ ادبیات در ایران که دارد، در آنجا میگوید که اگرچند این حکم
عبدالرحمن جامی صحیح است، درست است، لیکن در همه غزل‌های کمال خوجندی صادق نیست. خب لیکن اگر به همین گفته های عبدالرحمن جامی در بهارستان اگر دقت دهیم، عجایب در خود همین بهارستان وقتی که درباره کمال اصفهانی عبدالرحمن جامی سخن میکند، او را خلاق المعانی میگوید، یعنی خلق کننده معنی ها بسیار بهای بلند میدهد، لیکن عین همون اراده که به کمال گرفته است به کمال اصفهانی هم آن را میگیرد و واقعا هم اون فرموده ذبیح الله صفا درست است، جان دارد و تمام محققینی که سر اشعار کمال خوجندی کار کردن و خودی من هم که کم و بیش تحقیق کردم، من فرموده های استاد ذبیح الله صفا را تصدیق میکنم. در حقیقت تمام وجوه لطافت و سلاست سخن را کمال در اکثر غزلهایش جمع آورده است و مثل کمال خوجندی غزلسرا ما خیلی کم داریم. در خود عصر 14 ما 2 قطب غزل داریم، اگرچند که غزلسرای های بسیاری داریم. ما در این دوره سلمان ساوجی غزلسرا بود، حافظ البته غزلسرا است، مغربی محمد شیرین مغربی تبریزی و هم غزلسرا بود و در غزلسرای معروف است. خب و ناصری بخارایی داریم که غزلسرای بزرگ است، لیکن هیچ کدام اینها به درجه 2 قطب غزل که در این دوره بود، یکی کمال خوجندی در تبریز سکونت داشت فعالیت میکرد و حیات ادبی تبریز را سروری میکرد و دیگری قطب این لسان الغیب حافظ شیرازی است که در مرکز فارس شهر شیراز سکونت داشت و آنجا فعالیت میکرد و سروری شعرا و ادبای عصر خودش و زمان خودش و مرکز ادبی خودش بود. غزلیات شیخ کمال دارای موضوعات عنعنوی بوده، در آنها آمیختگی عشق و عرفان مشاهده می شود. دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور بدرالدین مقصودوف در این سمت پژوهش‌های خاصه دارد. بنا به اندیشه همصحبت ما، کمال در ادراک و فهمش فلسفی عشق باز هم پیشتر رفته است. وقتی کتاب شما رو ورق زدیم در مورد روزگار و آثار کمال خوجندی، خب شما کمال خوجندی رو همچون شاعری نوآور گفتید و در اون زمانی که گویم که شعر سنتی ما بود، در اون زمانی که قالب‌گرایی بود، کمال چگونه توانسته است که نوآور باشد؟ حاضر من میگویم برایتون، نوآوریش در چی ظاهر می شود؟ یکم در تشبیه سازی، در تشبیهات کمال خوجندی نو هستند و تشبیهات سنتی هم استفاده کرده است، یعنی مانند کنه استفاده کرده. لیکن ما بعضی تشبیهات در شعر کمال فراوان وا میخوریم که تازه هستند، نو هستند. حاضر من برایتون میگویم، بدونید چی؟ مثلا گیریم سرو درختی بسیار خوشقد و قامت است و از رودکی سرکرده، حتی از رودکی پیشتر. همه شاعران قد یار خود را به سرو مانند میکنند که مثل سرو قد راست و رسا دارد. کمال خوجندی باشد همین برعکس میکند، میگوید سرو دیوانه شده است از هوسی بالایش، میرود آب که زنجیر نهد در پایش. ببینید میگوید که سرو قد یاری مرا دیده دیوانه شده است که از من زیباتر باز قد بوده است و رفته. این تو میبینی که این مثل یک مینیاتور است، مثل یک نگاره است. وقتی که به جویبار نگاه میکنی، در قد جویبار سرو قطار ایستاده، اینها بیهوده قطار نیستادن، اینجا برای آن در لب جوی قطار شدند که آب اینها که دیوانه شده مثلا قد یاری من میرفتن، آب پای اینها به زنجیر زده در لب جوی قطار کرده است که دیوانه شده هر طرف نرو، طاقت کرده ایستو، طاقت کرده به قد زیبای یاری من نگاه کن که از تو زیباتر باز قد هست. یا اینکه آفتاب بگیرید، بسیار شاعران ما تا کمال خوجندی روی یارشون رو به آفتاب مانند میکنه. کمال خوجندی برعکس میگوید که آفتاب کم کم چهرهش به چهره یاری من مانند است. در یک شعرش میگوید که آفتاب از هوس آن که شود همسر او، ایستد راست از این بیمی زوال است او را. آفتاب میگوید روی یاری من میبینم، گفته
طلوع میکنه و راست میشود کو راست میشود لیکن غروب میکنه طاقت کرده نمیتونه غروب میکند فرامده میرود میگوید که تن دادم از من زیباتر باز بوده اکنون نوآوری کمال وقتی که درباره نوآوری کمال میگیم بیشتر باید هوشیار شویم در ifade این کلمه و این تعبیر برای چی برای آنکه پیشتر در ادبیات کلاسیکی ما یک قانونمندی وجود داشت و یا نامش قالبگرایی این لوتمن اکادمیک لوتمن در وقتش گفته است که وای کشف کرده است این قانونیت را که وای میگوید وای است این کانون تئوری کانون یعنی نظریه کانون چی قالب شکل یعنی شاعری عهد کلاسیکی ما تابع همین قانونمندی قالبگرایی بود یعنی یک چیزی نو تماما نو آورده نمیتونست یعنی ابرازهای گل و بلبل و گویم سرو و نمیدونم آفتاب و ماهتاب حتما باید استفاده میکرد اگر استفاده نمیکرد قبول نمیشد یعنی در این نوآوری ها بسیار هم احتیاطاً مثل کمال شاعران بزرگ نوآوری های جزئی داخل میکرد و یک نوع در زمینه همین تشبیه های تازه که کمال خوجندی تشبیه هایش عکس است چپه است معنی های نو آفریده از کمال خوجندی معنی متیف میگویند متیفی نو آفریده است در شعر در غزل و یک باره چیزی نو گفته نمیتونست لیکن همه شاعران زمان کمال خوجندی و بعد از کمال خوجندی آمده این چیز فهمیدن و پیرو کمال شدن و کمال شاعری است که صاحب مکتب است مکتب غزل سرایی از جمله ببینید عبدالرحمن جامی پیرو کمال خوجندی است عبدالرحمن مشفقی پیرو کمال خوجندی اینها میآیند هلالی پیرو کمال خوجندی و اینها میآیند تا عبدالقادر خواجه سودا حیرت اینها حتی استاد عینی خودشان اعتراف کردند که پیرو کمال خوجندی هستند خب لیکن این رو باید تحقیق کرد خب این رو باید که بسیار به ژرفای این اندیشه ها این هنری خیلی والای کمال خوجندی باید سرفهم رفت اونها را تحقیق ریزه باید تحقیق کرد مضمون پردازی ها در شعر کمال خوجندی به طور خاصه دیده می شود و همین ویژگی ها را محقق خدای شریفов عرفان مردمی گفته است چگونه همین عرفان مردمی را شما شرح میدید؟ من فکت های دارم که در حقیقت بعضی غزل ها دارد کمال خوجندی که اون غزل ها بجز عشق زمینی دیگه عشق دیگری نیست تفاوتش در زبان میبینم خب یعنی اون غزل هایی که من میگویم عشق زمینی داره در آنجا اصطلاحات عرفانی رمزهای عرفانی ابرازهای عرفانی دیده نمیشوند میفهمید یعنی زبان چنان ساده است که کلمه و ترکیب ها امروز هم زنده هستند خب یعنی وای مثلا مای نمیگوید مای که گفت این باشد این باید رمز باشد و عشق باشد خب یعنی غلیان عشق باشد غزل های دارد که همه ابراز مای نیست خب یا اینکه قطب میگوید یا اینکه آن میگوید مثلا خب یعنی از اصطلاحات و رمزهای ابرازهای عرفانی استفاده نمیکنه زلف نیست مثلا همون غزل با لب نیست چشم هم نیست یعنی اگر چشم گوید اگر چشم این عین است خب این عین این ذات خداوندی است اگر ما عرفانی اگر تفسیر کنیم لیکن غزل های دارد که همین گونه اصطلاحات یا همین گونه ابرازها یا رمزهای عرفانی دیده نمیشوند پس آنها صرف یکی این خیلی غزل هایش زیاد نیستن کمتر هستند لیکن ما میتوانیم 100% گوییم که این غزل ها در عشق زمینی گفته شده است چرا به خاطر آن که همه عرفای ما همه شیخان بزرگ ما متصوفین گذشته ما که شاعر بودند همه آنها عشق زمینی را از سر گذرانیدند خب یعنی عشق زمینی را انکار نکردند حتی نظریه پردازان تصوف در گذشته که رساله ها درباره تصوف نوشته‌اند آنها عشق زمینی را همچون یک پل می‌حسابند یعنی یک کوپروک می‌حسابند که مرد عارف سالک راه حق میتواند از اون کوپروک عبور کند و به عشق الهی گذرد برخی آن مه به دعوا گر برآید آفتاب
کی نماید ذره هر جا روخ نماید آفتاب. سوختم از حسرت ابر افکن آنجا سایه، تا دیگر بر خاک پایش رخ نساید آفتاب. تو برو در بانک من در سایه دیوار او، می نشینم منتظر چندان که آید آفتاب. بعد از آن کان روی روشن آفتاب از دور دید، گر برو بندی در از روزن در آید آفتاب. آفتاب برگویدت من با تو میمانم مرنج، چون به خود گرم است خود را می ستاید آفتاب. می کشد بحر تو گفتم دردی سر دایم کمال، گفت نشنیدی که دردی سر فزاید آفتاب. کمال در کاربرد تمام صنعت‌ها بیشتر به انگیزه خیال و ذهن تکیه نموده معنی آفریها نموده است. طرز تصویر و افاده فکر در شعر کمال بیشتر در استفاده تشبیه ظاهر می شود. در اشعار کمال در اکثر حالت بوی غریبی می آید و شما که گفتید کمال خوجندی در زمان زندگی خود هنوز در وطن خود و بیرون از آن اعتبار و نفوذ بلندی داشت، پس ان همین بوی غریبی از کجاش سرچشمه می گیرد و شما همچون محقق کمال همین معنی را چگونه توضیح می دهید؟ ما وقتی که غزلهای کمال خوجندی را می خوانیم و دیوان کمال را ورقگردان می کنیم، در حقیقت ما به غزلهای دوچار می شویم که غزلهای کاملا در باره غریبی سخن کرده است، یا اینکه در بیت‌های علاهیده در خلال غزلهایش درباره غربت و غریبی کمال خوجندی سخن کرده است. در حقیقت درست است. لیکن میدونید چه، من این خیلی میگویم، اگر خیلی تمام ادبیات شناسان میدونن که شعر این گوییم که یک تراویش هنر است، این صنعت بسیار عالی است. خب اما برداشت از هنر هر خیل است، گوناگون است. مثلا یک اثری هنری رو یک کس تماشا میکند یا میخواند یا میشنود، یک برداشت دیگری دارد و یک کسی دیگر میتواند برداشت دیگری داشته باشد. خب این که دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب، آرزومند دیار خیشم و یاران خیش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب و غیره دارد کمال خوجندی. این رو ما میتوانیم مثلا خوانندگان حق دارند گویند که این معنی غریبی دارد، یعنی دور از وطن بودن، تنها بودن، بیچاره بودن، مسکین بودن، در آرزوی وطن بودن، یعنی نستالژی که میگویند همون است. ممکن این خیلی خلاصه براره هم درست است، لیکن باز آدمانی هستند که فهمیده و رسیده تر هستند، دانششان در ادبیات مکمل تر است، اونها نیک میدونند که در این غزل کمال خوجندی اصلا معنی های عرفانی رو بیان کرده است. چون که کمال خوجندی شیخ بود، شیخ کمال خوجندی عنوان دارد و شیخ خانقاهی هم بود و با صدها مریدان داشت در تبریز. خب و با ارشاد مریدان مشغول بود و در عرفان نیز اعتبار نهایت بزرگ دارد کمال خوجندی. بنابراین اگر این غزل را و دیگر معنی های غریبانه که در غزل کمال است، اگر آنها را به معنی تصوفی و عرفانی معنی کنیم هم می شود. یعنی وای غربتی همین زمینی رو در نظر دارد، یعنی وای می خواهد که به اصل خودش که عالم علوی است آنجا برگردد، همین رو هم میتواند در نظر داشته باشد، چون که در جهان بینی کمال خوجندی بسیار شبیه مولانا جلال الدین بلخی است. در جلال الدین بلخی هم چنین غزل‌ها خیلی زیاد هستند. پس مقام یار و معشوقه هم همین معنای عرفانی نداره؟ بله همین اساساً همین خیلی است. اساساً غزل‌های کمال خوجندی معنی‌های عرفانی دارند، لیکن کمال خوجندی از جلال الدین رومی، از حافظ، از دیگر شاعرانی که صوفی مشرب هستند و معنی‌های عرفانی را بیان کردن فرق دارد. فرقش در چیست؟ فرقش در آن است که کمال خوجندی خیلی ساده گفتار است، با زبان مردم صحبت می‌کند. همین زبان کمال خوجندی فارسی ماوراءالنهری است، یعنی تاجیکی است، صرف تاجیکی است. خب یعنی فارسی فارس نیست، فارسی ایران نیست یا فارسی آذری نیست، فارسی ماوراءالنهری است که ما آن زبان را تاجیکی میگوییم، واقعا تاجیکی است. خب و
همه واژه هایی که کمال خوجندی در غزل هایش استفاده کرده است امروز میان مردم فارسی زبان های ما و هنر، یعنی ما میان خلق تاجیک زنده هستند. یعنی زبانش بسیار زبان مردمی است. بنابر همینم در وقتش استاد خدای شریفوف استاد ما عرفان کمال خوجندی را عرفان مردمی گفتن. این خیلی گپ اصلا نیست. عرفان مردمی نمیشود اصلا. خب و عرفان یک مکتبی بزرگی گویم الهیده است. خب یعنی معنوی است، لیکن آن را گفتن عرفان مردمی. به چه خاطر؟ به آن خاطر که زبان کمال خوجندی نهایت ساده است و سروده های کمال خوجندی ترانه های مردمی را به خاطر می آورد. حتی بعضی غزل های کمال خوجندی فولکلوری شده رفتند. شناخت کمال در سطح جهانی و طور سرچشمه ها رو ورق میزنیم، هنوز از سالهای 30 عصر گذشته دیده می شود که در اروپا علاقه تحقیق آثار کمال شروع شده بود و بسیاری از محققان، ادبیاتشناسان، عالمان به این کار دست زده بودند. خب انا همین شناخت رو، انا همین معرفی رو، انا همین تحقیق رو مثلا در ادبیات، در آثار کمال خوجندی بیرون از کشور ما، بیرون از خط مرز ما چگونه شهر دادن؟ در سرچشمه ها از همون زمان عبدالرحمن از زمان خودی کمال خوجندی شروع کرده تا گوییم که همین پیش از انقلاب در همه سرچشمه هایی که درباره شعرای کلاسیک ما صحبت می شود، درباره کمال خوجندی هم صحبت ها هست. خب صحبت ها هست. اما تحقیق کمال خوجندی، آموزش کمال خوجندی بعد از انقلاب اکتبر که میگوییم، بعد از همون شروع شد. در سرگه کمال شناسی استاد صدرالدین عینی قرار دارند. استاد صدرالدین عینی سال 25 شما میدونید، همه بینندگان میدونند که نمونه ادبیات تاجیک رو نوشتم و در اونجا هم درباره کمال خوجندی سخنها رفته است و بار اول بعضی نکته های خیلی باریکی که در ایجادیات کمال خوجندی هست استاد صدرالدین عینی گوشزد کردن. مثلا چی ها؟ مثلا گفتن که بار اول، یعنی اون کس برداشت کردن از سرچشمه ها و خلاصه کردند که کمال خوجندی یکی از یگانه شاعرانی است که بی‌نظیر است، به درگاه پادشاهان و سلطان ها نرفته است. یک شخصیت ایجادکار مستقل فکر بوده است. خب برعکس سلطان ها و پادشاهان خودشان نزد کمال خوجندی آمدند. و میگوید که کمال خوجندی خودش که دست سلطانان نمیبوسد کمال، نیست سلطان را به درویش احتیاج. بعد به سبک سخنی کمال خوجندی اشاره ها کردند و بار اول استاد عینی میگویند که کمال خوجندی استادی بزرگی زبان است. همین زبان تاجیکی را استادش است. واقعا وقتی میبینیم بزرگترین استاد زبان کمال خوجندی است. اگر ما مثلا ما گفتیم که قطب دیگری غزل که حافظ است، اگر ما واژه هایی که حافظ استفاده کرده است جمع آوری کنیم و واژه هایی که کمال خوجندی استفاده کرده است جمع آوری کنیم، کمال پیروز می شود. یعنی در کمال کلمه ها، ترکیب ها رنگین خیلی زیاد استفاده شده است. واقعا استاد زبان است. خب از عصر 19 مخصوصا از نیمه دوم عصر 19 شروع کرده در غرب، یعنی در اروپا آموزش کمال خوجندی شروع شد. مثلا ما داریم محقق بلند، این انگلیس است، و مثلا در انسیکلوپدی اسلامی که به زبان انگلیسی است همین مقاله کمال خوجندی به قلم او تعلق دارد، او تالیف کرده است. یا اینکه گریم هرمن اته درباره کمال فقط یک سخن دارد. در تاریخ ادبیات فارسیش میگوید که کمال خوجندی شاعری هم عصر حافظ است و از حافظ کمی ندارد، تمام، دیگر چیزی نمیگوید. از محققان غربی شرقشناس انگلیس ادوارد براون در تاریخ ادبیاتش مثلا یکی از جلدهای اسدی تا جامع عنوان دارد، در همونجا درباره کمال مفصل تر سخن کرده است، لیکن به سبک سخن کمال دقت نکرده است و بیشتر دقت کرده است به قطعات کمال خوجندی و به رباعی‌های کمال خوجندی دقت کرده است و بعضی سخن‌های جالب در اندیشه های ادوارد براون که شرقشناس انگلیس است دیده می شود. خب و همینطور آمد به روسیه و در روسیه پیش از انقلاب اکتبر در سالهای 1912 14 17 که تاریخ ادبیات اگافون کریمسکی چاپ شده بود. اگافون یفیموویچ کریمسکی
таърихи адабиёт дорад. Дар он ҷо ҳам Кримский дар бораи Камоли Хуҷандӣ суҳбат дорад. унҷо низ бо тамоми сароҳат мегӯяд ки Камоли Хуҷандӣ дар ғазалсароӣ яке аз бузургтарин шоирон аст ва ҳамдӯши ҳофизи Широзӣ аст. ин ба Кримский дахл дорад, лекин таҳқиқи ин хел густарда накардааст. Хоб баъд аз инқилоб мана ин тараф омада кунем, Бертелс мебинем. Бертелс як мақола дорад, адабиёти форсизабони Осиёи Миёна, ки дар соли 1940 агар хато накунам ё 39 навишта буд ва дар он ҷо мегӯяд ки дар Осиёи Миёна бузургтарин ғазалсаро бидуни шак Хоҷа Камоли Хуҷандӣ аст. аз ин ғазалсарои бузург дар Осиёи Миёна дар таърихи ғазалсароӣ дигар дучор намешавад. ин ҳақ ба ҷониби Эдвард Бертелс аст. Хоб ва ин тараф омадем, баъд Йосиф Брагинский, шумо медонед, узви вобастаи Академияи Ноҳияи Тоҷикистон буданд. эшон ҳам таърихи адабиёт доранд, очеркҳо аз таърихи адабиёт доранд. Хоб ва он кас ҳам масалан баъзе таҳқиқотҳо доранд дар бораи Камол. ва устод Ҳусейнзода махсусан дар бораи Камол хеле таҳқиқ карданд. бори аввал соли 1955 бори аввал мунтахаби ашъори Камоли Хуҷандиро омода карданд ва як муқаддимаи хуби илмӣ ҳам навиштанд, чоп шуд. бо қарори ЮНЕСКО таҷлили ҷашни 700-солагии Камоли Хуҷандӣ худ аз он гувоҳӣ медиҳад ки маърифати шеъри Камол ҷаҳонӣ аст. ашъори ноби ӯ инсонро талқин мекунад ва бешубҳа осори гаронбаҳояш боз ҳам омӯхтанист.